بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلامی به پایان خداوند بر شما بینندگان اهل دانش و معرفت. امیدوارم هر جایی که هستید در سایه خداوند متعال خوشنود و خرسند باشید. ما رسیدیم به حکایت 8 از باب اول از کتاب حکمت آمیزی گلستان سعدی شیرازی. حکایت 8 بسیار عبرت آمیز و پندآموز است و همچنین کوتاه. سعدی رحمت الله علیه می فرماید: هرمز را گفتند از وزیران پدر چی خطا دیدی که بند فرمودی؟ هرمز پسرش انوشیروان شاه و پادشاه بزرگی ایران. از هرمز پرسیدند که وزیران پدر را چرا زندان کردی؟ گفت خطایی معلوم نکردم، ولی که دیدم محابت من در دل ایشان بیکران است و بر عهد من اعتماد کلی ندارند. هیچ خطا نکرده بودند که در زندان کردم، فقط دیدم که از من بسیار می ترسند و به سخنان و دستورهای من اعتماد کامل ندارند. ترسیدم چون وزیران از من می ترسیدند و به خاطر اینکه ترس را از بین ببرند شاید من را می کشتند. دقیقا همان کاری که با نادرشاه افشار کردند که وزیرانش نادرشاه را کشتند. پس قول حکما را بستم که گفتند از آن کس تو ترسد بترس ای حکیم، وگر با چنو صد برایی به جنگ. ای حکیم از کسی بترس که از تو می ترسد، حتی اگر 100 نفر را هم در جنگ کشته باشی. از آن مار بر پای راعی زند که ترسد سرش را بکوبد به سنگ. مار پای چوپان را چرا نیش می زند؟ برای اینکه مار می ترسد که چوپان با سنگ بر سرش بزند. چون می ترسد چوپان و راعی را نیش می زند. نبینی چو گربه عاجز شود، برآرد به چنگال چشم پلنگ. نمی بینی که یک گربه اگر عاجز شود، یک گربه اگر در قفس بیندازی مانند یک پلنگ چنگ می زند. در حکایت اول هم خواندیم که اذا یئس الانسان طال لسانه، زمانی که انسان ناامید می شود زبانش دراز می شود. کسنور یسول علی الکلب، مانندی گربه‌ای که یک سگ به او حمله کند. این گربه چون ناچار می شود به سگ هم حمله می کند. هرمز از برای ترس وزیران از وزیران ترسید. انشاءالله که این حکایت اول برای من و بعد برای شما پندآموز و حکمت آموز باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.